این یه واقعیته که اگه روی روند مهاجرپذیری تو هر کشوری نظارت درست و حسابی نباشه، مهاجرای غیرقانونی با سابقه جرم هم وارد کشور میشن و دست به جنایت میزنن. توی این کانال پرونده های عروس شیطان و قاتل زنجیره‌ای پاکدشت شاهدی برای این مدعا هستن. توی اون دوتا پرونده مفصل درباره دوتا مجرم اهل افغانستان حرف زدم که همدست دوتا از مخوفترین جنایتکارای ایرانی شدن. اما این یکی پرونده مخصوصاً درباره یه قاتل زنجیره‌ای افغانستانیه. یه قاتل توی شهر اصفهان که جنایت‌هاش باعث شد مهاجرای قانونی هم اتفاقات تلخی رو تجربه کنن. سال 1381 بود و مدت زیادی نمیشد که اسماعیل 22 ساله به ایران اومده بود. چند تا از مردای خانواده‌شون قبل از اون برای کار اومده بودن ایران. اونا غیر قانونی وارد ایران شده بودن. در نتیجه هر کاری که به پستشون میخورد و قبول میکردن. مردای فامیل اسماعیل رفته بودن اصفهان، اونم راهی اصفهان شد. و بعد از یه مدتی توی میوه فروشی مشغول کار شد. اون روزی که سمیه وارد میوه فروشی میشد فکر نمی‌کرد پاش رو توی تار عنکبوتی گذاشته که قرار جونش رو بگیره. اسماعیل پشت ترازو ایستاده بود و بی‌حوصله به مشتریان نگاه می‌کرد. یکی میومد، یکی میرفت. همشون یه شکل بودن تا اینکه سمیه وارد شد. یه زن با سر و ظاهر آنچنانی، از اون مدل‌ها که اسماعیل از وقتی اومده بود ایران دیده بود، از اونا که تو زادگاه خودش یعنی افغانستان ندیده بود. اونجا همه برقع می‌زدن و از وقتی طالبا اومده بودن هیچ کدوم از زنا بدون همراه محرم مرد حق نداشتن تنها توی خیابون بیان. اسماعیل فکر می‌کرد درستش هم همینه، زن باید توی خونه باشه. ولی اینجا همه چی فرق داشت و بعضی زنها بیشتر اسماعیل رو عصبانی می‌کردن. این بیخیالی، این حس بی‌نیازی داشت اسماعیل رو می‌سوزوند. وقتی سمیه رو دید با خودش گفت قشنگ معلومه اومده دنبال مشتری. زنها فقط تظاهر میکنن که حیا دارن ولی ته دلشون هیچی جز خیانت نیست. همشون مثل همن. باید حواست بهشون باشه. وقتی سمیه اومد جلوی پیشخوان، اسماعیل میوه ها رو جوری وزن کرد که کمتر نشون بده. هر بار این کارو میکرد حواسش بود سمیه هم بفهمه. آخر کار وقتی مبلغو گفت سمیه تعجب کرد ولی اسماعیل پیش خودش مطمئن بود که داره نقش بازی میکنه. تهش هم گفت هر وقت هر چی خواستی زنگ بزن مغازه، خودم برات میارم. سمیه شماره رو گرفت و رفت و اسماعیل پیش خودش گفت دیدی همشون همین طورن. یه ذره بهشون رو بدی خودشون رو نشون میدن. شب وقتی اسماعیل رفت توی آلونکی که با چند تا از هموطناش شریک بود، به همه اتفاقایی فکر کرد که بهش آرامش میداد. ولی این تخیلات اصلاً شبیه تخیل یه پسر جوون 20 ساله نبود. اسماعیل از بچگی به چیزایی فکر میکرد که همسن و سالاش معمولاً به فکرشون نمیرسید. مثلا پر کردن پوست گردو با عسل داغ و فرو کردن پای موشای بزرگ داخل اون. و بعد وقتی عسل سفت میشد، موش که راه میرفت، صدای خوردن پوست گردو به زمین شبیه پاشنه‌های بلند کفش زنونه بود. اسماعیل تو سن بلوغ بیشتر از هر وقتی به این قضیه فکر میکرد. آخرم یه جا فکرش رو عملی کرد و همین بلا رو سر یه گربه آورد و حس خیلی عجیبی گرفت. این که چی باعث میشد اسیر کردن یه حیوان بیچاره در اون وضع امیال بیمارگونه اسماعیل رو نسبت به یه زن زنده کنه به خیلی چیزا ربط داشت. اما مهمتریناش احساس ضعفی بود که پیش زنا داشت. اون از بچگی تو نگاه مادرش یه بچه ضعیف و به درد نخور بود. اسماعیل همیشه جون میکند تا با دروغ بافتن خودش رو با عرضه نشون بده. ولی ته ذهنش اونجا که فقط خودش بود و خودش از این تلاشاش متنفر بود. تمام مدت به این فکر میکرد که زنا ساده لوحن. چند کلمه ازشون تعریف کنی خودشون بهت اعتماد میکنن. فکر میکنن قویین، مستقلن. اما تو میتونی نقطه ضعفشون رو پیدا کنی. اینطوری بود که برای اولین بار تصمیم گرفت به چیزای دیگه‌ای فکر کنه. به کنترل کردن محیطش. ولی چون هنوز خیلی سن زیادی نداشت، پس رفت سراغ اولین موجودای زنده‌ای که دم دستش بودن. و اینطوری بود که تا مدتی اون حس خشم و نفرتش فروکش میکرد. ولی اینا همه موقتی بود.
وقتی اسماعیل با سمیه تو میوه فروشی ملاقات کرد، مدت زیادی از اولین حیوان آزاریاش میگذشت. این کار دیگه بهش لذت نمیداد. اسماعیل شروع کرده بود به تخیل آزار دادن یه زن خیالی. رابطه اسماعیل و سمیه بیشتر شده بود، ولی اون میفهمید که سمیه فقط وقتی میاد سراغش که پول کم آورده. هرچی جلوتر میرفتن سمیه درخواستای بیشتری داشت. اسماعیل تحمل میکرد چون به حضور سمیه برای خیال بافیای وحشتناکش احتیاج داشت. ولی یه اتفاق باعث شد بفهمه این کارم دیگه آرومش نمیکنه. صاحبکار اسماعیل یه روزی که اون مشغول دید زدن زنا بود مچشو گرفت و جلوی همه مشتریا کنفتش کرد. اسماعیل دید که بقیه چطور با تحقیر نگاهش میکنن چون ایرانی نبود. سمیه مدتی بود جواب تلفناشو نمیداد. بهونه می آورد و اسماعیل فهمیده بود اون با یه مرد دیگه آشنا شده، یکی به اسم هاشم. سمیه میگفت هاشم منو میفهمه، مثل تو وقتی تنهاییم وحشی بازی در نمیاره. تازه از همش مهمتر این که ایرانیه، قرار نیست با تیپا از اینجا بندازنش بیرون. اسماعیل به سمیه زنگ زد و ازش خواست همدیگر رو ببینن و درست مثل تمام این سالها که یاد گرفته بود چطوری یه زن و خام خودش کنه از حربه خواستگاری استفاده کرد. اسماعیل بهش گفت بریم همون جایی که بار اول رفته بودیم. بیرون شهر وقتی دوتایی تنها شدن یه جعبه مخملی رو بیرون آورد و به سمیه نشون داد و گفت براش یه گردنبند خریده. اونم گل از گلش شکفت، ولی اسماعیل جعبه رو عقب کشید و گفت خودم میخوام بندازم گردنت. چشماتو ببند و بچرخ. سمیه هرچی اسماعیل گفته بود انجام داد و فقط وقتی فهمید همه اینا دروغ بوده که طناب سفید سفت دور گردنش پیچیده شده بود. لحظه های بعدی تاریک ترین لحظه های عمر سمیه بودن، چون اسماعیل همونطور که داشت به زجر کشیدن این زن بیچاره نگاه میکرد سرش داد میزد و میگفت دیگه هیچ جوری نمیتونی ولم کنی، هیچ جور، بگو. ولی حتی تکون دادن سر و دست سمیه هم فایده ای نداشت. سمیه که از دست و پا زدن ایستاد، روی زمین که افتاد، رنگش که تغییر کرد، اسماعیل تازه احساس کرد اون میل حیوانیش داره قوی تر میشه. پس رفت سراغ جنازه و بهش دست درازی کرد. آخر سرم یه گور کند و سمیه رو همونجا خاک کرد. اسماعیل بعد از این کار برگشت اصفهان و تازه اونجا بود که حس کرد ممکنه گیر بیفته. اون دلش نمیخواست برگرده افغانستان وسط اون جنگ و کثافتی که بقیه خانوادش توش اسیر بودن. زندان رفتنم که محال بود. پس از صاحب کارش خواست حسابش رو تسویه کنه و رفت سمیرم پیش پسرعموش تا آبها از آسیا بیفته. تمام مدت گوش به زنگ بود پلیسا بریزن سرش. ولی فهمید هیچ پلیس ایرانی حداقل تو قدم اول فکر نمیکنه یه زن هموطنشون یه روزی با یکی مثل اسماعیل دوست بشه و بعدم باهاش تنهایی بره بیرون شهر. اسماعیل درست فکر میکرد. وقتی سمیه غیبش زد پلیسا یه راست رفتن سراغ هاشم و دستگیرش کردن. اونا هاشم رو بردن برای بازجویی ولی نتونستن ازش اعتراف بگیرن. هاشم اون روزی که سمیه گم شده بود اصلاً اصفهان نبود. پس مجبور شدن ولش کنن و چون سمیه زن مطلقه‌ای بود که روابط مشکوکی داشت بدون جنازه پلیس حدس زد اون فرار کرده و اینجوری بود که پرونده تبدیل شد به یه پرونده راکت. از اون طرف اسماعیل چند هفته بعد برگشت اصفهان و یه سر و گوشی آب داد و فهمید خبری نیست. پس با خیال راحت رفت سراغ صاحبکارش و خواست دوباره اجازه بده توی میوه فروشی کار کنه. علت این که اسماعیل اصرار داشت باز اونجا باشه یکی این بود که زنای زیادی برای خرید سبزی و میوه می اومدن. یکی دیگه این که اونجا خاطراتش رو از کشتن سمیه زنده می کرد. هر بار اسماعیل به صورت آدمایی که اومده بودن خرید نگاه می کرد با خودش می گفت هیچ کدومتون نفهمیدین من کی هستم. هیچ کدومتون حریف من نشدین چون من از شما زرنگ‌ترم. من از همتون جلوترم. حس قدرت و تسلط اسماعیل روی اوضاع بهش آرامش میداد. گاهی اون چیزایی که از صحنه قتل برداشته بود رو می آورد میچید کنار همدیگه و ساعتها بهش نگاه میکرد. اون طناب سفید، لباس زیر سمیه،
اون سنگی که باهاش به سر سمیه زده بود. اسماعیل کم کم متوجه شد مثل عطری که بوش پریده باشه دیگه فکر کردن به سمیه و کشتنش بهش حس قدرت نمیده. وقتش بود دوباره دست به کار بشه و این بار قرعه بداقبالی به نام نغمه افتاد. دختر 19 ساله پشت کنکوری که هر روز میرفت کتابخونه تا اونجا درس بخونه. اولین بار اسماعیل نغمه رو توی همون میوه فروشی دید. اون روزای زیادی به زنها نگاه کرده بود تا ببینه کدومشون برای شکار مناسبن. حالا خوب میدونست اونایی که خیلی حواسشون به دور و برشون نیست، اونایی که صداشون خیلی بلند نیست، اونایی که گاهی توی خودشون قوز میکنن همون شکارایی هستن که میتونه بره سراغشون و نغمه یکی از همونا بود. اسماعیل فهمید نغمه رفته بقالی برای خودش شیر کاکائو بخره و کیک، ولی بقال گفته بود پول نداره بقیه تراول رو خرد کنه. اسماعیل میدونست این بهترین فرصت برای نزدیک شدن به نغمه است. پس رفت سراغش و ازش پرسید مشکلت چیه؟ شاگرد دوم مغازه که اسمش ناصر بود سریع خودش رو کنار کشید. چون اسماعیل بهش گفته بود از وقتی اومده ایران خیلی تنها مونده و هیچکی رو نداره. و ناصر 24 ساله دلش میخواست دوستش دور از خونه و خانواده یه کمی خوشحال باشه. ناصر که رفت نغمه مشکلش رو گفت. اونا با هم رفتن بقالی و اسماعیل به همسایه بقالشون گفت پول خریدای نغمه رو بذاره به حساب اون. اسماعیل یاد گرفته بود مستقیم تو چشم زنان نگاه نکنه، چون اونا اینجوری بیشتر دوستش داشتن. بدون اینکه به چشمای نغمه نگاه کنه بهش گفت هر وقت هر کاری داشتی رو من حساب کن. و بعد برای یه لحظه کوتاه سرش رو بالا آورد. برق چشمای نغمه میگفتن که موفق شده. برق چشمای یه دختر بی تجربه که خیال میکرد سوار با اسب سفیدش از لای کتابای عاشقانه توی کتابخونه بیرون پریده و جلوی پاش سبز شده. اسماعیل هر وقت که آزادتر بود میرفت نزدیک کتابخونه و منتظر نغمه میموند تا بیاد بیرون و با هم برن وقت گذرونی. اون مثل یه مار پایتون که خودشو برای بلعیدن طعمه آماده میکنه شبا به کارایی فکر میکرد که میتونست با نغمه انجام بده. اگه یکی از بیرون به اسماعیل نگاه میکرد هرگز به فکرش نمیرسید توی سر این پسر خوش اخلاق و مظلوم و سر به زیر چه فکرای ترسناکی میلوله. بالاخره روز شوم زندگی نغمه هم سر رسید. 17 فروردین سال 82 اسماعیل بی مقدمه از نغمه خواست با همدیگه برن بیرون. نغمه تعجب کرد چون از آخرین باری که با هم رفته بودن گردش مدت زیادی میگذشت و اون دفعه اسماعیل سعی کرده بود بهش دست درازی کنه و نغمه خیلی عصبانی شده بود. بعد از این کار سعی کرده بود از اسماعیل دور بشه، ولی اون با چند تا کادو و التماس و ابراز محبت‌های غلیظ از دلش در آورده بود. ولی نغمه حس می‌کرد تنها شدن با اسماعیل خطرناکه. پس بهش گفت با هم پیاده تا خونه برن. اسماعیل هم قبول کرد و قرار شد ساعت 4 همدیگر رو ببینن. تو این فاصله اسماعیل برگشت خونه و اون جعبه مخملی رو که از قتل سمیه به یادگار نگه داشته بود برداشت و سر و وضعش رو مرتب کرد، طناب هم گذاشت توی کیسه و رفت سراغ یکی دیگه از هموطناش که توی یه ساختمون نیمه ساز حوالی خونه نغمه کار میکرد. ازش خواست چند ساعتی اجازه بده اونجا توی اون ساختمون با یه دختر تنها باشه. نغمه ساعت 4 از کتابخونه اومد بیرون و اسماعیل اون رو کشوند به کوچه پس کوچه های نزدیک ساختمون نیمه ساز و نزدیک اونجا که شدن بهش گفت براش یه گردنبند خریده و اون جعبه مخملی رو که یه بار به سمیه نشون داده بود دوباره جلو آورد. وقتی این کارو میکرد اونقدر هیجان زده بود که دستاش میلرزید. نغمه فکر میکرد اسماعیل احساساتی شده. درست فکر میکرد. ولی اون خیالاتی که اسماعیل رو احساساتی کرده بود زمین تا آسمون با چیزی که توی ذهن نغمه بود فرق داشت. اسماعیل به نغمه گفت میخواد خودش گردنبند رو بندازه گردنش، ولی توی کوچه نمیشه و اون رو به همین بهونه کشون به قتلگاه. نغمه فقط وقتی فهمید که اسماعیل یه هیولاست که پشت به اون ایستاده بود و به جای گردنبند یه طناب سفید افتاده بود دور گردنش. اون حتی فرصت نکرد بپرسه چرا پسری که چند ماه زیر گوشش از عشق خونده داره همچین کاری میکنه. حتی نفهمید چرا اسماعیل یه دفعه با لهجه افغانی داره حرف میزنه در حالی که گفته بود اصالتاً اهل سمیرومه.
و اینطوری بود که دفتر زندگی این دختر جوان هم خیلی زود بسته شد. کار اسماعیل که با نغمه تموم شد دوباره رفت مغازه میوه فروشی و از صاحب کارش مرخصی گرفت و راهی سمیرم شد. این بار هم با یادگاری هایی که از قربانی جدید غارت کرده بود. چند ساعت بعد خانواده نغمه نگرانش شدن و پلیس رو خبر کردن و جستجو برای پیدا کردنش شروع شد. 3 روز بعد بود که موفق شدن بدن بیجون نغمه را در حالی که دور گردنش طوق بنفش افتاده بود توی همون ساختمون پیدا کنن. مامورا بلافاصله 2 تا از کارگرا رو که بیشتر از بقیه اونجا میموندن دستگیر کردن، ولی اونا از هیچ خبر نداشتن. جنازه جایی افتاده بود که احتمال کشفش راحت نبود. نزدیک به 25 روز هر 2 تا کارگر رو توی بازداشتگاه نگه داشتن و بازجوییشون کردن، ولی هیچ کدوم حرفی برای گفتن نداشتن. اونا نمیدونستن یکی از کارگرای افغانی اونجا رو داده به اسماعیل و اون کارگر هم لب باز نکرده بود، چون میدونست اگه یک کلمه بگه عاقبتش طناب داره، در حالی که حتی نمیدونه قاتل یعنی اسماعیل کدوم گوری غیب شده. تحقیقات روی پرونده نغمه هم به بنبست خورد. پلیس از صحنه جرم هیچی پیدا نکرد جز همون طناب سفید. اسماعیل دوباره برگشت و این بار احساس قدرت بیشتری میکرد. پلیس حتی بهش مشکوک هم نشده بود. جرأتش بیشتر شده بود و با زنا راحت تر حرف میزد و این بار خیلی زودتر قربانی سوم رو شکار کرد. فاطمه یکی از مشتریای مغازه میوه فروشی بود. یه دختر جوان که بیشتر وقتش رو توی خونه میگذروند و اسماعیل با موبایل ناصر باهاش در تماس بود. ولی فاطمه مدام درباره زمان خواستگاری اسماعیل سوال میپرسید و میگفت که اگه قصدش ازدواج نیست بهتر از همدیگه جدا بشن. این حرف اسماعیل را عصبانی میکرد چون باعث میشد یادش بیاد چقدر بی‌عرض است. اسماعیل هی وعده میداد و فشارهای فاطمه هم بیشتر میشد. اسماعیل میدونست فاطمه حاضر نیست باهاش بیاد بیرون شهر. جایی هم سراغ نداشت تا این دخترک خوشخیال رو بکشه. پس یه قربانی دیگه پیدا کرد. مهناز همسن نغمه و فاطمه بود و با خانواده‌اش خیلی مشکل داشت و بیشتر از همه اون دخترها عاشق اسماعیل شده بود. اونم با وعده شیرین ازدواج با اسماعیل همراه شد و حتی تو دورترین خیالاتش هم فکر نمی‌کرد اسماعیل داره برای خودش یه همدست میتراشه. بالاخره وقتی فاطمه گفت اگه نیای خواستگاری مجبورم به خانواده همه چی رو بگم، اسماعیل مهناز رو صدا کرد و بهش گفت خانواده‌ام میخوان با یه دختر دیگه ازدواج کنم، ولی من عاشق تو هستم. بیا اون دختر رو ببریم بیرون شهر، شیرفهمش کنم که دست از سر ما برداره. مهناز اونقدر شیفته اسماعیل بود که بیچونه چرا قبول کرد. اسماعیل روز 28 دی سال 82 از فاطمه خواست با هم حرف بزنن. فاطمه به بهونه خرید داروهای مادرش از خونه بیرون اومد. اسماعیل بهش گفت خواهرش اومده ببینتش، ولی چون ممکنه توی محله مشکلی براش درست بشه میخوان برن آتشگاه. فاطمه مهنازو که دید حس کرد نگاه دختر خصمان است، ولی فکر کرد شاید چون اون و اسماعیل با هم دوست شدن به عنوان خواهر خوشش نیومده. اونا با هم رفتن آتشگاه و وقتی رسیدن به یه جای خلوت اسماعیل از مهناز خواست دورتر بمونه تا اون با فاطمه حرف بزنه و بعد اون جعبه مخملی رو بیرون آورد و به فاطمه گفت میخواد همینجا گردنبند رو بندازه گردنش. مهناز همه این چیزا رو میدید و سر در نمی آورد ماجرا چیه، ولی چیزی هم نمی گفت. و وقتی فاطمه چرخید و اسماعیل طناب رو دور گردنش انداخت تازه فهمید ماجرا چیه. شوکه شده بود. شروع کرد به سر و صدا، ولی اسماعیل گفت اگه این دختر رو سربنیست نکنه خبری از ازدواج نیست. ازش خواست پاهای فاطمه رو بگیره و اونم مسخ شده قبول کرد و دوتایی با هم دختر بینوا رو به قتل رسوندن. اما اسماعیل هنوز کارش تمام نشده بود. توی ذهن اون کل این قصه شبیه یه آیین بود. اون جعبه مخملی، چرخیدن قربانی، روی زانو نشستن و خفه کردن تازه شروعش بود. اسماعیل باید به جنازه بی‌حرمتی میکرد و مهناز با چشم گریون پشت به اسماعیل سعی میکرد به هیچ چی فکر نکنه تا وقتی که کار تموم شد و اسماعیل حالا جلوی چشم یه زن دیگه نشون داده بود چقدر نترسه.
اونقدر احساس قدرت میکرد که حتی به خودش زحمت نداد جسد فاطمه رو دفن کنه. اسماعیل بعد از این جنایت با مهناز رفت سمیرام خونه پسرعموش، در حالی که طناب و جعبه مخملی و باقی یادگارها هم همراهش بودن. مهناز خبر نداشت قربانی بعدی خودشه و خوشخیالانه فکر میکرد اسماعیل اونقدر دوستش داره که به خاطرش یه زن دیگر رو کشته. اون ترجیح میداد به کارهایی که این پسر 22 ساله با قربانی کرده اصلاً فکر نکنه. از اون طرف خانواده فاطمه وقتی خبری از دخترشون نشد رفتن سراغ پلیس و ردیابی فاطمه تا داروخونه پیش رفت و همونجا هم به بنبست خورد. پلیسا نمیدونستن باید کجا دنبال فاطمه بگردن تا وقتی روز بعد چند تا از کارگرای کارخونه سیمان حوالی آتشگاه موقع برگشتن از سر کار جنازه فاطمه رو کشف کردن. وقتی معلوم شد فاطمه به قتل رسیده، تحقیقات جدی‌تر ادامه پیدا کرد. خانواده هیچ سرنخی نداشتن، ولی دوستای اون درباره پسری حرف زدن که بهش قول ازدواج داده بود. فاطمه موبایل نداشت و از خونه زیاد بیرون نمیرفت. پس دستور بررسی تلفن خونه داده شد و معلوم شد طی 2 ماه آخر فاطمه حدود 52 بار با یه موبایل تماس گرفته. اونا بلافاصله رفتن سراغ صاحب موبایل که کسی نبود جز ناصر. ناصر به مامورا گفت که چون اسماعیل خودش نمیتونسته موبایل بخره با گوشی اون به فاطمه زنگ میزده، ولی اون تنها کسی نبوده که با اسماعیل حرف میزد و تازگی یه دختر دیگه هم به موبایلش زنگ میزده. مامورا موفق شدن رد دختر دوم یعنی مهناز رو هم بزنن که خانواده براش پرونده مفقودی تشکیل داده بودن. حالا اونا یه مهاجر غیرقانونی داشتن که با 2 تا دختر ایرانی در ارتباط بود و یکیشون رو هم کشته بود و اون یکی مفقود بود. این یعنی یه پرونده خیلی حساس و تحقیقات خیلی فشرده برای پیدا کردن اسماعیل شروع شد و بالاخره تونستن اون رو توی خونه پسرعموش در سمیرام دستگیر کنن و وقتی دیدن مهناز هنوز زنده است یه نفس راحتی کشیدن. اسماعیل و مهناز توی بازجویی‌ها خیلی مقاومت کردن. مهناز اما زودتر شکست و ماجرای قتل رو تعریف کرد. اسماعیل 10 روز بعد حاضر شد اعتراف کنه، اما مامورا به این اعتراف قانع نشدن. چرا؟ چون ناصر گفته بود اسماعیل بعد از صحبت با فاطمه بهش گفته میخواد بره مسافرت و این اولین باری نیست که همچین کاری میکنه. مامورا با توجه به شیوه رفتار اسماعیل با جنازه فاطمه که خبر از یک قتل حرفه‌ای میداد و اینکه ناصر گفته بود چند بار دیگه هم اسماعیل ناگهانی تصمیم گرفته بره مسافرت، به این نتیجه رسیدن که قربانیای دیگه‌ای هم در کاره. مخصوصا این که پرونده نغمه رو هم داشتن که توی اون قربانی مثل فاطمه کشته شده بود و اونجا هم یه تیکه طناب سفید بود که جنسش شبیه همونی بود که هم تو وسایل اسماعیل کشف شده بود و هم تو صحنه قتل فاطمه. بازجویی ها ادامه داشت تا بالاخره اسماعیل و قتل نغمه و بعد سمیه هم اعتراف کرد. اسماعیل 22 ساله بعد از گرفتن جون 3 دختر بالاخره 9 دی‌ماه 83 تو اصفهان دار زده شد. واکنش ها به جنایت‌هاش زیاد بود چون اون اهل ایران نبود و همین باعث شده بود خیلی از مهاجرایی هم که قانونی وارد ایران شده بودن به درد سر بیفتن و خونه بعضیاشون با فشار مردم خراب شد و خیلیای دیگه‌شون هم کتک خوردن و به ناچار از اونجا کوچ کردن. من یه چیز دیگه هم آخر این ویدیو بگم. الان بحث اخراج مهاجرای غیرقانونی توی ایران خیلی داغه، ولی بعضیا مخالف این روند هستن. فکر میکنن که این یه جور مهاجر ستیزیه. اما ما نباید واقعیت ها رو نادیده بگیریم. این پرونده ها نشون میده که مهاجرای غیرقانونی چقدر میتونن خطر آفرین باشن. در واقع همه حرف اون کسایی که با این قضیه و این جرم مخالف هستن سر و سامون دادن به وضعیت مهاجراست و اخراج اونایی که غیر قانونی اومدن و اگر جرم کنن هیچ جوره نمیشه ردشون رو زد. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. حمایت از ما رو فراموش نکنید.